سلام بچه‌ها، من لیت پیکسل هستم و امروز اومدیم با اولین ویدیوی من. خب بچه‌ها، موضوع ویدیو اینه که امروز اومدیم با آموزش ساخت سنسیویتی برای گوشی‌های مختلف و سنس مخصوص خودتون که داخل هر گوشی هستین بتونید سنس مخصوص خودتون رو بسازید. خب بچه‌ها، قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو، اگه جدید هستین حتما کانال منو سابسکرایب کنین، کامنت بذارین، کامنتاتون رو میخونم و جواب میدم و بریم سراغ ویدیو. خب بچه، اول از من یه لون ولف استارت میکنم و توضیحات راجع به ساخت سنسیویتی رو بهتون میدم. بچه نا کنیم استیم من یه لیست میگیرم. بچه نا کنیم، شما برای ساخت سنسیویتی باید اول از همه بیاین اینجا سنستون رو همه رو 200 بذارین. من الان اینو بذارم همه سنستون رو 200 بذارین، سایز دکمنتیتون 40 باشه. بعد این دست لون ولف هم تنظیمات خودم هم نشون میدم. یه لحظه بوهدش بود نخون. بچه نکنین، شما اول اصلا باید سایز دکمنتیتون 40 این هیچ. بعد این دست لون ولف من کل تنظیماتمو بهتون نشون میدم و داخل ترمین آموزش سنسیویتی هم نگاه میکنه، تماشا میکنه. خب الان شما باید نحوه درست بالا کشیدن مخصوص سنس خودتون رو پیدا کنید. برای پیدا کردن سنس خودتون الان من اینجا آموزش میدم. شما باید 5 تا از جنرال و از جنرال 10 تا کم کنید. اینجوری مثلا 195 اسکوپ 2 اسکوپ 4 اسنایپر اسکوپ، اینا دلخواه خودتون باید برای خودتون بشین. اگه همه 230 هم گذاشتین هیچ فرقی هم نمیکنه. خب وقتی شما اومدین 195 و 190 رو گذاشتین، باید بیاین نحوه درست بالا کشیدن سنس خودتون رو یاد بگیرید و برای سنس خودتون حفظش کنید. باید یاد بگیرید. بچه نکنین الان این سنس هم وست خورد هم خورد. البته یادش بشین باید کرد. من الان مثلا میبینم وست میخوره، 10 تا ازش کم میکنم، 5 تا هم از این که فعلا میزم سنم. بیم اینجا سرعت بازی رو هم باید بالا باشه که همه اینا رو داخل ترینینگ یا همین داخل همین لون رو الان یک کله صاف خیلی قشنگ من بچه همه این چیزا داخل لون ولف من بهتون همه رو توضیح میدم. این دوباره ادامه بچه نکنین الان این سنس مثلا برای من خوبه، دلوشی که دیدین چه جوریه. من مثلا شما از سرعتش خوبه خوشتون نمیاد، این کم میکنین، اینم مثلا 5 تا کم میکنه. این بچه تنظیمات خودم همه نشونتون میدم داخل همین ویدیو. دوبار گفتم داداش بست خیلی بد حتی بست آلی داداش یه ذره حرفم میزنم من داخل بازی تمرکز ندارم، ببخشید دارم رو بازی در میارم. بازی من اصلا خوب نیست، من قبول ندارم بازی من داخل گیل دی این ای هم نمیدونم چی جوری، ولی خوب
داداش این اصلا دو تیر میزنی از موج ما خارج. بچه این دورانی که گرفتم کلا داشتم تمرکز چیزی نداشتم ولی اوکی میزنیم. نکنین این مثلا سنس خوب نیست. بیاین اینجا روی سایز دکمه تیرتون کار میکنین 41 30 20 و 55. این دکمه تیرها رو من روی صفحه اینجا میذارم و این باید این دکمه تیرها رو استفاده کنیم برای یعنی میخوای سنس اگه میخوای سنس بشین این روشی که بهتون گفتم باید استفاده کنیم 5 تا از جنرال 10 تا و از رد دوت 5 تا 5 تا صفر رفت. اگه دیدین خوب نمیخوره باید روی سایز دکمه تیر و جایی که دکمه تیر خودتون رو میذارید باید کار کنید که بتونید. من ایران میزنم این داشتمون رو و ویدیو رو که نه این چند دقیقه شد 6 دقیقه 8 دقیقه شد ویدیو تمام میشه. خب الان نکنین باید شما سرعت بازی تو بالا هم باشه. خب نکنیم بچه ها الان این جایی که دکمه تیر من هستش اینجا من الان پارنگ میکنم جوری که بالا میکشیم و نکنیم بچه برای راست من بکنیم وقتی انمی اینجا تونه اینجوری وقتی انمی اینجا تونه اینجوری وقتی انمی راست تونه اینجوری. داداش خیلی خدا زده اینو کسی بهت گفته بود بچه نکنین الان جوری که مثلا الان 10 ثانیه هم که فعلا نشد یه ذره عقب بزنین جوری که من یه رو هد زدم نکنین همون جوری شما باید با سنسی که چیدین باید تمرین کنین که بتونید بدون سنس همون سنس 200 هم یاد بگیرید که بتونید پلی بدید. خب بچه ها یه توضیح راجع به چنل هم بدم. ما یک روز در میون ویدیو داریم یعنی یک روز ویدیو میذارم یک روز ویدیو نمیذارم یک روز ویدیو میذارم اینجوری مثلا یک روز در میونه. اگه تا اینجا ویدیو هم بودی بچه لطفاً لایک کنین ساب کنین من نیاز به حمایتتون دارم و هر وقت 100 شدیم 100 تا به 100 ساب رسیدیم با امید خدا براتون اصلا جایزه دار است سعی چمی میذارم. بیا داداش باشه یه ترنینگ هم میره کل تنظیماتم رو بهتون نشون بدم. نت خراب شد دوستان کنکله الان میره بچه تا این بخواد از اینا بشه بچه نکنید هر نظری رو در مورد ویدیو در مورد ادیت در مورد هر چی کامنت بذارین که من کامنت اینا رو همه میخونم جوابم میدم. صدام گرفت جواب میدم و دوباره میگم تا اینجا هم بودی ساب کن سابسکرایب چرا کنین این دکمه تیر من این تنظیمات من همه رو بهتون نشون میدم. اما هنوزه از دادشتش دلم میسوزه. این میتونین اسکرین شات بگیرین و استفاده کنید. حالا من اینا رو کم رنگ میکنم چون خودم رو کم رنگ پلی میدم برای شما که اذیت نشید.
بچه راجع به بالا کشیدن خب بچه ها ممنون که تا اینجا ویدیو تماشا کردین. دوستتون دارم. تا ویدیوی دیگه، خدا حافظ.